اگر رفت در ماه شریف رمضان اشخاصی که انمون خصلت های ناپسندش رو مثلا نتوانست ترک کند، پس ما میتوانیم که بعد از ماه شریف رمضان همون شخص رو گوییم که از همین ماه شریف رمضان برای خود برخوردار شده است یا نه. خود اثبات روزه هم همین است که بعد از رمضان اگر کسی که از مثبت از منفی به مثبت تحول داشته باشد، یعنی کارهای نیک را که در رمضان کسب کرده بعد از رمضان ترک نکند، یعنی رمضان جوهر انسانی باطنی او را زیبا گردانده تواند و از این زیبایی باطنی در طول عمر تا 1 سال دیگر مثلا تا رمضان آینده بهره‌ور گردد. این است آدم روزه‌دار، کسی که روزش پیش پروردگار قبول گردیده است. و کسی با مجردی به آخر رسیدن ماه مبارک رمضان به بدگفتاری و بدکرداری و خشم و غضب و به شهوت داده شود و از این یعنی به کارهای منفی بیشتر رجوع کند یا دست بزند، این معنای را دارد که از جوهر رمضان برخوردار نشده است و روزه گرفتگیش هم در پیشگاه پروردگار مقبول نیست. چون که هدف روزه‌داری رضای پروردگار است و رضای پروردگار مغفرت گناه است و تقرب به پروردگار است. تقرب معناش نزدیکی. آدم روزه‌دار به پروردگار نزدیک می شود. وقتی به پروردگار نزدیک شد، این معنی نزدیکی زمانی و مکانی را ندارد، بلکه مشمول رحمت پروردگار می گردد که کل گناهش مغفرت می شود و کار و پیکارش برکت پیدا می کند. در حیات اجتماعیش کارهای مثبت بیشتر انجام می‌دهند، چون که از بدگفتاری اجتناب میکند، از بدکرداری، از رفتار بد خودداری میکند، ارزش‌های معنوی را بیشتر پاس می‌دارد. این روزه‌داری اساسی است. اگر بعد از رمضان دست به رذیلت‌های اخلاقی بزند، معنی را دارد که از فضیلت‌های رمضان در ماه مبارک رمضان برخوردار نشده است.